صدام به شاه پیام می دهد که خمینی در ماه‌های اخیر بارها مهمانانی از سفارت روس در بغداد داشته، چند نفر هم به اسم خبرنگار انگلیسی با او دیدار داشتند، اما ما یقین داریم که آنها جاسوس هستند. خمینی شهروند شماست، درباره او تصمیم فوری بگیرید. اگر ایشان زنده بماند دودمان مردم ایران و عراق را برباد می دهد. در همین حال امام موسی صدر هم یک نامه مفصل 22 صفحه‌ای برای شخص شاه می نویسد با 14 برگ سند و عکس از دیدار یاران خمینی با فرستادگان سران مسکو و لندن. بعد از انقلاب معلوم می شود هم پیام صدام و هم نامه امام موسی صدر به دست شاه نرسیده و در دربار به دست تیمسار حسین فردوس رسیده بود که او هم بعدها معلوم شد جاسوس روس بوده و از تأمین جانی برخوردار شد و تا سال 74 که زنده بود در ویلای بزرگش در شمال تهران زیر سایه 2 رهبر ایران زندگی می کرد. فردوست به فرستاده صدام میگوید با اعلی حضرت حرف زدم، گفتند خمینی هیچ خطری ندارد، باید از ایشان محافظت شود و الا روابط ما تیره می شود. این مطالب را صدام در زمان محاکمه‌اش هم نوشته و 69 برگه را به دست طارق عزیز رسانده که او نیز فقط در یک مصاحبه در آنکارا میگوید بله وصیت‌نامه سیدالرئیس شهید پیش من بود، منم به دوستانم در منچستر سپردم تا در موزه نگهداری شود. ارتشبد حسین فردوست قبل از انقلاب 25 سال جاسوس شوروی در ایران بود، یکی از برجسته ترین و مؤثرترین عوامل سقوط ایران بود. تنها مقام بلندپایه دربار شاهنشاهی بود که به اعدام محکوم نشد و به خدمت جمهوری اسلامی درآمد و از بنیانگذاران وزارت اطلاعات شد. این در حالی است که تمام مقامات و نظامیان ارتش شاهنشاهی به دار آویخته شدند. ایشان مرتباً به روسیه سفر می‌کرد و باز می‌گشت. خاطرات ابراهیم یزدی و محمود دعایی را که می‌خوانیم تمام این موارد را تایید می‌کند، اما نامه امام موسی صدر عیناً به دفتر خمینی ارسال می‌شود. او نیز با قذافی و روس‌ها درباره صدر حرف می‌زند که شاید همین امر سبب گم شدن و کشته شدن امام موسی صدر گردید. سید موسی صدر یکی از نیروهای زبده اطلاعاتی انگلیس که از او میتوان با همه خدماتش به ملکه عنوان جاده صاف کن برای گسترش اسلام معتدل در قلب اسلام هراسی شیعه در سطح جهان نام برد. او اولین و مهمترین فردی است که برای رسیدن به این مقصود در وهله اول مورد حمایت سازمان‌های اطلاعاتی و جاسوسی انگلیس، اسرائیل و آمریکا بوده است. اسرائیل و آمریکا آنقدر دست امام موسی صدر را در منطقه باز گذاشته بودند که او حتی بعدها در امور داخلی ایران دخالت و حتی مستقیما با شاه گفتگو می‌کرد. اخیراً معلوم شده کسی که مکان پنهان شدن قذافی را لو داد هواپیماهای آواکس فرانسه بودند، اما آن کس که او را کشت جالبتر است. 6 سال به اسم تاجر مفروشات عربی آفریقایی مقیم فرانسه بوده. بعید نیست که دوره جاسوسی میدیده و بعداً در صفوف انقلابیون ساده دل لیبی جا گرفت که فکر میکردند با کشتن قذافی دنیا گلستان می شود و نمی دانستند که قذافی معدن اسرار فرانسه و مسکو در جهان عرب و تحولات خاور میانه است. یعنی قذافی اگر پایش به کشور سومی که میگویند سودان بوده میرسید، تمام اسرار 40 ساله فرانسه را به آب میداد. و اما خیلی جالب تر این که قاتل قذافی را با صورت پوشانده و هاشور شده در مصاحبه با کانال 3 فرانسه حاضر می کنند. ایشان 3 شب بعد در یک محوطه کاملا ایزوله و در برج مهمانسرای صدا و سیمای لیبی ربوده می شود و جسدش چند روز بعد در زیر پل الوفاق پیدا می شود و کشتن آن را به گردن پسر قذافی انداخته و زمینه دستگیری و اجبار به سکوت او را هم فراهم می کنند. اما سران امنیتی قذافی، مشخصاً 6 مقام عالی رتبه، 3 تا در روسیه، 1 در اردن، 2 نفر در لیبی ربوده و 1 به 1 کشته می شوند در کمتر از 1 سال. چرا؟
زیرا تا معلوم نشود به چه دلیل قذافی آن همه چریک طرفدار خمینی را آموزش داد، چمران، یزدی، منتظری، جلال الدین فارسی و خود شخص احمد خمینی، چرا طی 3 فقره کمک 2 میلیون دلار به دفتر خمینی در کویت واریز می شود و دولت کویت را مجبور می کند آن پول را بلوکه نکند. در سالهای اخیر و پس از مرگ قذافی، جلال الدین فارسی فرمانده چریک‌های هوادار خمینی با روزنامه رسالت مصاحبه کرده قذافی را شدیداً ستایش می‌کند، اما درباره امام موسی صدر هم یک راز نچندان مخفی را علناً بر زبان می آورد که صدر لایک شده بود، او مزاحم مسیر انقلاب و امام بود. بله، من در جریان رو بودنش بودم، اما اینکه چطور کشته شد و کجا دفن شد هیچگاه از سرهنگ نپرسیدم، لازم هم نبود. مهم این بود که باید حذف می شد. وقایع 70 سال اخیر خاور میانه را هرچه برهم میزنیم و به صورت پازل نگاه میکنیم نشان از یک تبهکاری عظیم دارد که فرهنگ و هنر، معاش مردم، وطن و باور دینی، دین و مذهب را با هم کشت و نابود کرد تا صنایع تسلیحاتی روسیه به فروش برسد و زباله‌های صنایع فرانسه هم دور ریز نداشته باشد و پژو که 30 سال قبل از تولید در فرانسه حذف شده بود به عنوان زینت المجلس به ایران بخت برگشته غالب کنند که روزگاری آریا فول آپشن در صنایع داخلیش ساخته میشد و همچنین انگلیس بدون اعزام لشکر و نیرو تمام منافعش در خاور میانه تأمین باشد و همچنان نفت را ارزان ببرد، چیزی که اگر محمد رضا شاه پهلوی در ایران، ملک فیصل در عربستان و انور سادات در مصر باقی میماندند محال بود از سال 1363 به بعد حتی در خواب ببینند، چون این امرای شرق دست غربی ها را برای ایجاد جنگ های مرزی، مذهبی و زبانی بسته بودند. رفتار و مواضع ارتشبد فردوست در زمان حوادث سالهای 1356 و 57 به انقلاب 57 و سرنگونی سلسله پهلوی کمک کرد، شایعاتی را درباره وی بر سر زبانها انداخت. فردوست در خاطراتش عملکرد خود علیه حکومت پهلوی در زمان اوجگیری انقلاب را تایید می کند. از جمله فردوست در صدور اعلامیه بی‌طرفی ارتش در صبح 22 فروردین 1357 نقش تعیین کننده ای داشت. ارتشبد حسن طوفانیان او را جاسوس انگلستان می داند که با چراغ سبز انگلیس باعث فریب و سقوط محمد رضا شاه پهلوی شد. شخصیت مرموز و پشت پرده حسین فردوست در تاریخ معاصر ایران به عمد مخفی نگه داشته شده، چرا که با واکاوی اقدامات و روابط او با شخصیت‌های سیاسی و رهبران جمهوری اسلامی و همچنین نقش او در اجرای دستورات سازمان جاسوسی انگلیس بسیاری از رازها را فاش می‌کند که قدرت‌های پشت پرده مایل نیستند که مردم عادی از آنها آگاه باشند. نقش حسین فردوست در حفظ جان آیت الله خمینی، خیانت‌های ننگین به حکومت پهلوی و اجرای دستورات استعماری انگلیس و همچنین نقش بی‌بدیل او در بنیانگذاری سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی بعد از انقلاب همچون رازی سر به مهر در تاریکی تاریخ معاصر ایران به عمد پنهان مانده است. حسین فردوست ارتشبد نیروی زمینی شاهنشاهی ایران، رئیس دفتر ویژه اطلاعات از ابتدای تأسیس در سال 1338، قائم مقام ساواک طی سالهای 1340 تا 1352، رئیس سازمان بازرسی شاهنشاهی از 1351 تا 1357 و یکی از برجسته ترین و مؤثرترین چهره‌های اطلاعاتی دوران حکومت پهلوی و همدرس و دوست صمیمی دوران کودکی و نوجوانی محمد رضا شاه پهلوی بود. ارتشبد حسین فردوست که از نزدیکترین افراد
به محمد رضا شاه بود و از پشت به او خنجر زد. به قول شاعر روا مباد که گدا معتبر شود، نفرین ابدی بر او و تمام خائنین به وطن باد.